حضور داشتن اینو شنیدن. شعری هست به اسم بنفشه. دلم میخواد با این شعر شروع کنم. یک داستان کوتاهی داره این بنفشه. از این قرار که یک روز من متوجه شدم روی ایوون از بین در 2 تا کاشی روی ایوون بوته بنفشه خودرو رویده و خب این بوته بنفشه یک شعر رو با خودش آورد که من الان براتون می‌ذارم تا آخرش باشه. یک بوته بنفشه خودرو اینجا میان دست 2 کاشی، باور نمی کند که یقین کرد. انگار که این موردی نداره، نه؟ الان؟ میره بعد گفتم که اگر اینجوری بکنمش کنار اگر یک بوته بنفشه خودرو اینجا میان دست 2 کاشی، باور نمی کند که یقین کرد. ناز و گلی و همچو تلاشی، شربت کشیده وحشی و آزاد، بی مزد باغ و منت گلدان. یک بوته بنفشه پرگل تنها به روی سینه ایوان. ایوان خانه را چه جلا داد این بوته بنفشه خودرو، گویی که متن این همه خود بود، ایوان باغ و خانه حواشی. هر صبح میروم به سلامش، هر صبح میروم به سلامش، ناشسته روی میدهم آبش. از شامگه ز ره نرسیده پرسم ز اهل خانه سراغش. روزی 1000 بار از در و روزن سر میکشم به جانب او من. چون بینمش به زمزمه گویم هرگز مباد این که نباشی. رازی در این بنفشه نهفته، رازی در این بنفشه نهفته، حرفی نگفته با من و گفته. کی دیده کرد بنفشه خودرو آن هم به روی بستر کاشی. این بوته بنفشه که انسان جان بسته ام به رشته جانش، یک بوته گل است و دگر هیچ، یک بوته گل که داده ام. ای وای ای وای پس چه می رود آنجا بر جان چاک چاک شمایان، با این سموم تلخ دمادم بر طرف دشت و جانب بستان. ای وای من چه می رود آنجا در سوی سنبلان سخنگو، در سوی سروهای قدم زن، سوسن بنفشه لاله و محبوب. چون می کنم ز زخم شما یاد، چون می کنم ز زخم شما یاد، جان خفتگان خنجر بیداد. لبریز خشم و کینه و فریاد، گل بوته می دهم به دم باد.